جوهر یا خون، انتخابی نانوشته در نبرد با دیکتاتوری. در تاریخ هر ملتی لحظه‌ای فرا می‌رسد که سکوت خطرناکتر از عمل می‌شود. لحظه‌ای که بی‌تفاوتی به ظلم خود به ظلم خدمت می‌کند و بهای سکوت بسیار سنگین‌تر از هزینه سخن گفتن است. ایران امروز دقیقاً در چنین لحظه‌ای ایستاده است. زیر چنگال خفه کننده رژیم ملاها نسل‌های متوالی صدای خود، کرامت خود و رویاهای خود را از دست داده‌اند. اما یک حقیقت همچنان پابرجاست: دیکتاتوری با سکوت فرو نمی‌ریزد. نمیتوان با استبداد مماشات کرد، نمیتوان آن را با صبر فرسوده کرد و نمیتوان امیدوار بود که خود به خود از بین برود. تاریخ بارها نشان داده است که حکومت‌های سرکوبگر از ترس، تفرقه و سکوت جمعی مردم تغذیه می‌کنند. سکوت بی‌طرفی نیست، سوخت ماشین ظلم است. برای فروپاشی استبداد، بشریت همواره به دو سلاح روی آورده است: جوهر یا خون، اندیشه یا ایثار، کلمات یا گلوله. قلم حقیقتی را می نویسد که دیکتاتورها بیش از هر چیز از آن می ترسند. قلم فساد را برملا می کند، وجدانها را بیدار می سازد و بذر انقلاب را در قلب میلیون ها نفر می کارد. از کتاب های ممنوعه تا شعرهای زمزمه شده، از پست های شبکه های اجتماعی تا روزنامه های مخفی، جوهر شورش است وقتی که حقیقت ممنوع می شود. اما وقتی قلم شکسته می شود، نویسندگان به زندان می افتند، صداها خفه می شوند و هر روزنه اعتراض مسالمت آمیز با گلوله و باتون بسته می شود، تاریخ مسیری دیگر برمی‌گزیند. جوهر تبدیل به خون آخرین انتخاب یک مبارز می شود. هیچ کس جنگ نمی خواهد. اما هر دیکتاتوری که همه راه‌های گفتگو و اصلاح را می‌بندد، باید بداند سرکوب مقاومت می‌آفریند. برخی گمان می‌کنند اگر سکوت کنند در امان می‌مانند، اگر حرف نزنند هدف قرار نمی‌گیرند. اما این یک توهم خطرناک است. سکوت در برابر دیکتاتوری هرگز امنیت نمی‌آورد، تسلیم می‌آورد. سکوت رژیم را جسورتر می‌سازد و قدرتش را تثبیت می‌کند. دیکتاتورها زمانی پیروز می‌شوند که مردم به جای فریاد در گوشه‌ها پچ پچ کنند، زمانی که ترس بر امید غلبه می‌کند. در مقابل هر عمل کوچک مقاومت اهمیت دارد: نوشتن، گفتن، پرسیدن، ساختن، سازماندهی کردن. اینها اولین ترک‌ها در دیوارهای ستم هستند. بزرگترین ترس هر رژیم سرکوبگر ارتش نیست، مردمی است که با صدای واحد برخیزند. آزادی هیچگاه رایگان نبوده است. هر حقی که امروز در گوشه‌ای از جهان وجود دارد، بهایش پیشتر پرداخت شده است. با کلمات، با زندان، با تبعید و گاه با خون. ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. انتخاب امروز میان آرامش و عمل نیست، میان کرامت و تسلیم است. ماندن در سکوت یعنی واگذاری آینده به دست ستمگران. حرف زدن، نوشتن، برخاستن، حتی به بهای شخصی، یعنی پس گرفتن آینده. رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی می‌خواهد جهان باور کند که شکست ناپذیر است، اما هیچ دیکتاتوری ابدی نیست. آنها همیشه شکست ناپذیر به نظر می‌رسند تا روزی که فرو می‌ریزند، و آن روز فقط زمانی فرا می‌رسد که مردم تصمیم بگیرند دیگر بس است. سؤال امروز هر ایرانی ساده اما سرنوشت ساز است: آیا با جوهر می جنگیم یا مجبور می شویم با خون بجنگیم؟ هنوز قلم در دستان ماست، هنوز روزنه‌ای برای انقلاب بیخشونت باز است، اما این فرصت همیشگی نیست. سکوت بی‌طرفی نیست، سکوت همدستی است و تاریخ هرگز کسانی را که در لحظه فریاد آزادی لب فرو بستند نخواهد بخشید.